به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران گرامی، درود و رحمت پروردگار بر یکایک شما باد در هر کجای عالم هستید و در هر وقت و ساعت ما را میبینید یا میشنوید. امروز با شما اطراف یک موضوع بسیار هم مهم صحبت خواهم کرد و اونم باشد ما تاجیکان و تروریسم و کی گناهگار است برای آن که امروز نام تاجیک مرادف یا سینونیم با تروریسم شد و چی باید کرد، چی کارها را ما باید انجام بدیم که بار دیگر نام تاجیک را برگردانیم به اون جایگاه خود که همچون ملت صاحب تمدن، صاحب فرهنگ باشد و اون برچسبی که امروز به ملت تاجیک میزنند و زده ایستادند این را باید از نام تاجیک، از فرهنگ تاجیک باید دور کرد. چرا به این موضوع رو آوردم؟ البته همگان یک شما آگاه هستید، زیرا در این وقتهای اخیر خبرهای خیلی زیادی در رسانه ها پخش می شوند، در محفل های علمی، سیاسی و بخصوص این حادثه های اخیر که همگان را تکان داد. این کشتار دست جمعانه، حادثه تروریستی که در شهر کرمان جمهوری اسلامی ایران رخ داد و بعدا معلوم شد که متاسفانه یکی از عاملان این حادثه تروریستی زاده تاجیکستانی ما و شما هست. و قبل از این هم چندین رسانه های اروپایی بخصوص مجله خیلی هم معروف و سرخواننده آلمانی بیلد تا این هم یک چند مقاله زده بود و اخیرا باز یک خریطه رو نشر کرد که چگونه به نام من در ناخونک میگیرم به نام تروریستان تاجیک از تاجیکستان با کدام مسیر به اروپا می آیند و نه تنها این مجله بلکه چند رسانه های خبری اروپایی دیگر هم اطلاعاتی را درباره بازداشت یک چند نفری که چندی از آنها زاده تاجیکستان بودند در شهر کیلن آلمان اونها را حبس کردند و گویا آنها آمادگی می‌دیدند برای عملی کردن یک ترکش در شب سال نو، عید مذهبی مسیحیان در اروپا در یکی از کلیساهای بزرگ شهر کیلن. و اینچنین حکومت اتریش یا استریا هم چندین پرونده را باز کرده است و نفرانی را به حبس گرفته است که متاسفانه باز هم برخی از آنها یا اکثری آنها شهروندان تاجیکستان هستند. پس تصادفی نیست که ما و شما امروز درباره این موضوع صحبت میکنیم و اگرچه بسیار یک موضوع دردناک است، ناراحت کننده است، اما واقعیت است. ما نمیتوانیم چشم بپوشیم، از موضوع بگریزیم و خود را وانمود کنیم که این به ما ربط ندارد. این به ما، با هر کدام ما و شما ربط مستقیم دارد، نه وابسته از آن که ما در کجای قضیه قرار داریم، نه وابسته از آن که ما مخالف حکومت امروز هستیم، در دالان‌های حکومت نشستیم، کارمند یگان وزارت هستیم، مثلا دستگاه پرزیدنت، کمیته امنیت، پروکراتور، وزارت داخله، یا برعکس در صف مخالفین قرار داریم یا اصلا به سیاست سر و کار نداریم. مادامی که ما تاجیکستانی هستیم، شهروند تاجیکستان هستیم و کلمه تاجیک برای ما و شما ارزش دارد، پس این موضوع و این حادثه ها نمیتواند ما را در کنار بگذارد. و بنابر همین من تلاش میکنم امروز یک صحبت داشته باشم که شاید کمی پیچیده باشد. من عادتا صحبتایم را کوشش میکنم یک کمی ساده تر، عوام و مردم نزدیکتر صحبت کنم، زیاد پیچیدگی ها و آمیختگی با اصطلاحات و کلمه های علمی و حقوقی و سیاسی نباشد. اما موضوع تروریسم و ربط آن به ما تاجیکان موضوع ساده و اندکی نیست و بیشتر من تلاش میکنم در این صحبت مخاطب خود، خب اگر مردم هم باشند اشکال ندارد، اما بیشتر متخصصان و کسانی را مخاطب قرار بدهم که خود را مسئول پرونده مبارزه با تروریسم میدانند و مسئله رشد افراطگرایی و تروریسم در تاجیکستان بین تاجیکان آنها را نگران کرده است و در جستجوی راه حل هستند. اما کسانی که نسبت این مسئله بی‌پروا هستند یا حتی
منفیت دار هستند که این مسئله تروریسم و ربطی آن با تاجیکان بیشتر دامن پهن کند، پس اونها بدانند که اونها مخاطب من نیستند امروز، بلکه آنها هدف قرار خواهند گرفت در صحبت‌های ما، چون طبیعی هم هست، چون نمیتواند یک ملت وقتی که به این حد میرسد ما ریشه‌کاوی نکنیم که کی گناهکار است و چی باید کرد. خب من عامل‌های پیدایش این پدیده رو در چی میبینم؟ یعنی پدیده تاجیکیت و تروریسم که این دو به هم این شب و روز خیلی ربط پیدا کردند و اصلا یک روندی را من مشاهده میکنم که تروریسم را بچسبانند با همه چیزی که به تاجیک ربط دارد، به فارس زبان ربط دارد، به منطقه یا به حوزه تمدنی فرهنگی ما و شما ربط دارد. یک زمانی بود که ما بعضی ملت‌ها و قوم‌های را با ارتباطشون به این یا آن پدیده میشناختیم. برای مثال وقتی که بنده در مسکو دانشجو بودم در اکادمی دیپلماتی سالهای 90، ملت چچن رو با مافیا، با زوراوری، با خرخشه و کشمکش ها در روسیه و در منطقه میشناختند و یا اینکه ملت های دیگر رو با یک پدیده دیگر، یک ملت رو با تجارت و با اهل سودا و مغازه و اینها بودند. و برای مثال در منطقه ما در افغانستان مثلا حرکت طالبان رو با یک قوم خاص میشناسند و ارتباط میدهند. اما ملت تاجیک رو همیشه ملت قلم در مقابل میگفتن، اهل قلم در مقابل اهل شمشیر. ما که در احاطه همسایگان ترک نژاد یا ترک زبان خود قرار داشتیم، در ادبیات تاریخی ما یعنی ترک و تاجیک بعضا اصطلاحاً در بعضی کتب به معنای اهل قلم و اهل شمشیر هم آمده است و تاجیک با این نام معروف بود. اما چی شد که یک باره در این 10-15 سال اخیر ملتی که از 1400 سال عمر یا تاریخ دین مبین اسلام، شاید که 1200 سال 1300 سال این تاریخ با ملت تاجیک هم ربط دارد. ما مردم اکثرا مسلمان هستیم. چرا این ملت که 1300 سال با دین مبین اسلام وجود داشت، همزیستی داشت، همچون اهل قلم، اهل فرهنگ، اهل علم شناخته شد، ولی یک بار در 10-15 سال اخیر از اهل قلم تبدیل شد به حتی اهل شمشیر هم دیگر، اهل ترکیش، اهل کشتار و مواد مخدر. این پدیده باید از طرف عالمان، کارشناسان ریشه‌کاوی شود، مردم باید تحلیل کنند، کارشناسان، متخصصان، دور از تابش‌های سیاسی، دور از جبهه بندی ها، دور از آن که ما در حال حاضر در کدام جبهه قرار داریم. اون جای خودش ما با حکومت جمهوری تاجیکستان طبیعی است که ما مشکلات زیاد داریم، در جبهه‌های گوناگون قرار گرفتیم، اما همون طوری که در بین مخالفین افراد وطن دوست، ملت دوست هستند و از این رنج میکشند که ملت تاجیک با تروریسم هم معنا و سینونیم شده است. من شک ندارم که در دالان‌های حکومت هم هستند نفرانی که ما را مخالف خود میدانند، حتی شاید با ما دشمنی داشته باشند، اما در این مسئله که امروز تاجیک با تروریسم هم معنا شده است، اونا هم رنج میکشند و در فکر آن هستند که چی باید کرد، رهایی از این مشکلی را حتما جستجو میکنم. من اینجا چند عامل را از نگاه خودم مطرح میکنم و شاید یک تحلیل کوتاه هم اطراف آنها داشته باشیم. بعدا قسم دوم صحبت میگذاریم به مسئله آن که چی باید کرد و کی مسئول این کارها هست. من باعثی رشد افراطگرایی در تاجیکستان را یا سبب اصلی را در با وجود آمدن یک خلا یا واکومی اعتقادی ایدئولوژی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی میبینم. البته این یکی از عامل ها هست، همه عامل ها نیست. چرا این واکوم باعث پیدایش افراطگرایی و تروریسم، اکستریمیسم در جامعه ما گشت؟ برای آنکه وقتی که اتحاد شوروی که دارای یک ایدئولوژی قوی کمونیستی مارکسیستی داشت، اون پاش خورد
در این خلا هر یک کشوری که تازه به استقلالیت رسیده بود و هر یک ملتی که دولت ساخت، صاحب دولت شد، تلاش کرد که این خلا را با یک عقیده، با ارزش‌های، با باورهای پر کند. شما می‌بینید که کشورهای بالتیک رفتن به سمت اروپا و ارزش‌های لیبرال دموکراتی را در جامعه رشد دادند و امروز یعنی شدن جزئی حوزه فرهنگی اروپایی یا غربی. کشورهای مثل آسیای مرکزی و کشورهای قفقاز متاسفانه در یک چهارراهه اعتقادی قرار گرفتند که دیگر نتوانستند برای خود مشخص کنند که بالاخره اینها به کدام سمت حرکت میکنند از لحاظ فکری اعتقادی، چون اکثریت مسلمان هستند مردم و اما نمیتوانند به سمت یک جامعه فرهنگی اسلامی حرکت کنند، چون اون تاریخ 70 ساله شوروی و وجود این کشورها در حوزه ژئوپلیتیکی مثل OBSE، اتحادیه اروپا و همسایگی با کشورهای اروپایی اجازت نمیدهد که آنها بتوانند راحت شامل حوزه فرهنگی اعتقادی مثلا جهان اسلام شوند. نه به اون حد به اصطلاح اسلام از لحاظ فرهنگی و سیاسی اقتصادی ریشه دوانده است که اینها راحت بتوانند در خود را جزء عالم اسلام کنند. نه به اون حد ارزش‌های لیبرال دموکراتی قوی بود و قوی هست و نه به اون حد این نخبگان سیاسی ما که خود را دنیوی میدانند از ارزش‌های دنیوی آگاه هستند که می توانستند یک جامعه واقعا هم به معنای پرش دنیوی را جایگزین ایدئولوژی کمونیستی کنند و در صورتی که برنامه را علیه اسلام یا دیدگاه‌های اسلامی روی دست داشتند و در این فضا یک خلای با وجود آمد، یک واکومی با وجود آمد که دیگر هر کسی که میتوانست و هر کسی زودتر عمل کرد و هر کسی قدرتی بیشتر داشت این خلا را تلاش کرد که پر کند و 5 سال یا 6 سال اول استقلالیت ملت تاجیک مشغول جنگ شهروندی بود و کسی هم در فکری فضاسازی نبود، کسی در فکری پر کردن این واکومی اعتقادی در جامعه نبود و این طبیعی هم بود که مسئله اساسی این ختم جنگ شهروندی و برقراری ثبات و امنیت در کشور بود. اما بعد از اون که ملت این مرحله را سپری کرد و با شرافت سازشنامه عمومی صلح که بین حکومت جمهوری تاجیکستان و اتحادیه نیروهای اپوزیسیونی تاجیک بسته شد، تاجیکستان وارد یک مرحله جدید شد، مرحله هویت سازی و شکل دادن اعتقادات، ارزش‌های مشترک ملی تا اینکه در مبنای آن ما بتوانیم جامعه بسازیم. اینجا مشکلی ما آغاز شد و واقعا هم من این مرحله را یک مرحله بسیار تقدیرساز و حساس میدانم که در سرنوشت ملت ما خیلی تأثیر گذاشت و این مشکلاتی که امروز ما در جامعه داریم، این بلایی که ما با اون روبرو هستیم مثل افراطگرایی، تروریسم، از همین مرحله شروع می شود. نه از جنگ شهروندی. بعضیا تلاش میکنن که جنگ شهروندی این رو زمینه گذاشت. نه، جنگ شهروندی بله با خود مشکلی هایی داشت، اما صلح کاری را کرد که واقعا افراطگرایی و تروریسم را در تاجیکستان ریشه‌کن کرد. شما ببینید که یک بار اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک آمد تا نزدیک 10,000 رزمنده مسلح خود را خلع سلاح کرد و هر کسی که با این صلح مخالفت میکرد فرق نداشت چی از طرف حکومت بود چی از طرف اپوزیسیون، با او جنگید و مثلا خیلی بودن از سابق رزمندگان اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک هم که صلح را قبول نکردند و تا امروز هم قبول ندارند و اپوزیسیون تاجیک با آنها جنگید. همونطوری که از طرف فرانت خلقی هم خیلی ها این صلح را نپذیرفتند، مثل محمود خدایبردیوف. بعدا دیدیم که خیلی از قماندان های دیگر هم سرکشی کردند، مثل مصطفی بودرورزاب و خیلی از انسان های دیگر که مشترکاً علیه آنها مبارزه برده شد و بنابر همین هیچ کس گفته نمیتواند که اون پدیده‌ای که ما امروز داریم با نام افراطگرایی و تروریسم این باقی مانده های اون جنگ شهروندی است. این نسلی که امروز گرایش پیدا کرد به
عقیده های افراطی و تروریستی، شما مطمئن باشید که این نسل 40 ساله و 50 ساله و 60 ساله نیست که ما این نسل رو بر دوش جنگ شهروندی بیاندازیم. جنگ شهروندی 30 سال پیش بود، یعنی یک نفری که در جنگ شرکت کرد اون وقت حداقل 18 ساله 20 ساله بود، شاید که 30 ساله بود. امروز عمرش بین 50 و 60 است. ما نداریم، یا اگر باشد هم خیلی کم است کسانی که از بین این تاجیکانی که گرایش پیدا کردن به عقیده های افراطی و تروریستی که در این عمر باشد. اکثریت اگر ما پورتریت میانه یک تاجیک افراطگرا یا تروریست را اگر امروز پیش نظر بیاریم، این یک جوانی بین 20 تا 30-35 ساله است. اکثریت این گونه هستند که اینها همه زاده یا که شکل گرفته دورانی بعد از جنگ شهروندی هستند، دورانی که امام علی رحمان دیگر کاملا قدرت را و زمام امور را در کشور تنها خودش به دست گرفت و امروز همین گروه دارند میدانداری میکنند. کسانی که در زمانی بعد از جنگ شهروندی، بعد از امضای سازشنامه صلح، در وقت رهبری و مدیریت یکتازانه امام علی رحمان تولد شدند یا شکل گرفتند، مکتب خواندند، دانشگاه خواندند و وارد جامعه شدند. و چرا امام علی رحمان یا حکومت بعد از امضای سازشنامه صلح نتوانست این خلای اعتقادی را پر کند، این واکوم را پر کند؟ ما در اینجا چند تا مشکلی داشتیم. یکم این که امام علی رحمان یک کلویش‌های بسیار جدی و پراکنده اعتقادی، فکری و سیاسی در سرش بود و هنوز هم هست. شما شاهد بودید که او گاه رفت به سمت امام ابو حنیفه، مذهب حنفی را خواست در تاجیکستان ریشه دار کند. یک باره قبل از اون اول رفت به سمت آریایی، احیا کردن تمدن آریایی یا تمدن قبل از اسلامی، و یک زمانی بود که رو آوردند خیلی ها به زردشتیت با پشتیبانی مقامات دولتی تاجیکستان. بعد از اون یک مدت کوتاه دوران ماه عسل با روحانیت و با اسلام و با مذهب حنفی در تاجیکستان بود و امام علی رحمان برای آنکه حاکمیت شخصی خود را و خانوادگی را مستحکم کند آماده بود که تمامی ریچک ها را استفاده برد، از تمام ارزش ها و ایدئولوژی ها استفاده برد و این آمیختگی و این در هم برهمی و این پراکندگی فکری و اعتقادی را در تاجیکستان با اون خاطر با وجود آورد که یک ارزش و یک اعتقادی ثابت و استوار و پایدار در جامعه شکل نگیرد. و امروز شما نتیجهش رو چی میبینیم؟ امروز تاجیکان در مجموع دارن یا به سمت افراط حرکت میکنن یا به سمت تفرید. البته کسانی که این واژه را میدانند، افراط یعنی یک به معنی آن که در یک مسئله فکری شما میروید به حد عقیده خود را به حد افراط میرسونید. تفرید خیلی سبو گرفتن، اصلا دوری جستن از اون پدیده یا از اون حالت، و ما حالت میانه یا معتدل رو در تاجیکستان تقریبا نداریم. اگر یک نفر گرایش به دین پیدا کرد، شما میبینید که اون رو به حد افراط میرساند یا کاملا از دین دور میشود. یک نفر اگر زردشتی شد برای مثال، میبینید که یک زردشتی متعصب کاملا دارای نفرت نسبت دین، نسبت اسلام، نسبت مسلمانان و نسبت تمام اون فرهنگی که 1400 سال جامعه ما، ملت ما با اون زندگی کرد. شما اگر ببینید که یک نفر رفت به سمت لیبرال دموکراسی، یک لیبرال دموکراتی کاملا متعصب افراطی می شود. و چرا چنین می شود؟ چون جامعه ما متاسفانه در این 10-15 سال 20 سال اخیر طرز شکل گرفت فرهنگ جامعه که اون حتما افراط را با وجود می آورد یا تفریط را. یک جامعه بحرانزا، یک جامعه افراطگرا با تمام معناش. شما فکر نکنید که در ما فقط افراطگرایی مذهبی وجود دارد. در ما افراطگرایی در تمام سمت‌ها است. در افراطگرایی دنیوی، افراطگرایی مذهبی، حتی در چاپلوسی هم ملت تاجیک به حد افراط رسید. یعنی اون فرهنگ چاپلوسیزم رو در جامعه به حد رساندن که دیگر
یک نفر رو اصلا میبینید که واقعا یک افراطی است، یک متعصب هست. اگر بنده رو یا مخالفین رو بد ببیند تا حد تعصب نفرت دارد، اگر یک نفر هم دوست بدارد تا حد تعصب دوست می‌دارد. همون طوری که نسبت امام علی رحمان نسبت دیگران این تعصب و این نفرت یا این افراط و تفرید وجود دارد. و ببینید وقتی یک جامعه دارای یا گرفتار یک فرهنگ بحرانزا می شود، شما آثار اون را، نتیجه اون را در همه سمت‌ها خواهید دید، خواهید مشاهده کرد، در اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ، در دین. و کی است مسئولی با وجود آوردن این فرهنگ و این فضا؟ طبیعی است کسانی که اداره امور کشور در اختیارشان است. بیهوده عرب‌ها یک ضرب المثل دارند که الناس علی دین ملوکهم، یعنی مردم معمولا در آیین یا در فرهنگ در دین ملوک یا پادشاهان خودشان است. اگر جامعه ما امروز جامعه بحرانزا هست، جامعه افراطی هست در تمام سمت‌ها، پس این رو ما باید ریشه‌اش رو جستجو کنیم در اون فضا، در ارزش‌ها و اعتقاداتی که در مغز سر حاکمان امروزه وجود دارد. اگر جامعه ما پراکنده هست، پراکندگی اعتقادی داریم، یک گروه دارن میرن به سمت اسلامیت متعصب، یک گروه دیگر به زرتشتیت متعصب، یک گروه دیگر به دنیویت متعصب، پس بدونید که این پراکندگی، این تعصب و این افراط و تفرید در ذهن کسانی وجود دارد که فضا را شکل میدن. و اینجا تنها نباید حکومتداران را گناهکار دانست. حکومتداران شاید که اکثر این فضا را شکل میدهند، چون مبلغ در دست آنها است، تلویزیون و رادیو در دست آنها است، دانشگاه و مکتب و مدرسه و باغچه، اون جایی که انسان شکل میگیرد، تفکر و جهانبینی انسان شکل میگیرد، در اختیار حکومتداران است. یعنی اکثریت مسئولیت به دوش اونها است. اما در اینجا با نظرداشت عصر اینترنت و تأثیر اینترنت در شکلگیری جهانبینی مردم، نقش رهبران، نخبگان و فعالان جامعه هم خیلی کلان است. حالا کسانی رو که ما معمولا همچون معتدلان میشناسیم، اینها به حد عقب نشینی کردن، به حد خاموش شدن، به حد میدان رو خالی کردن به افراطگرایان مذهبی و دنیوی و اعتقادی و زرتشتی و اسلامی سپاریدند که دیگر فضا کاملا در اختیار آنهاست و اکثریت مردم دیگر تبدیل شدن به تماشابین، به تحلیلگر و به قربانی این وضعیت. و من فکر میکنم که این واکوم یا خلای اعتقادی که در جامعه شکل گرفت نتیجه اشتباه ها، و من نمیترسم از این کلمه بگویم که نتیجه جنایت های حکومت امروزه بود. چرا میگم تنها اینجا اشتباه نیست، این جنایت هم هست، جنایت علیه دولت ملی، علیه خود ملت، علیه مردم، علیه ارزش های ما. چون اشتباه وقتی میشود که طرف نادانسته این کار را میکند، با نیت خیر فکر میکند که راهی که انتخاب کرده است درست است، به نفع ملت است، ولی در این تلاش و در این راهش اجتهادش اشتباه میکند. ما این را میگیم اشتباه. اما وقتی که یک انسان یا یک گروه عمدن آگاهانه این کار را میکنند و با آنها تاکید کرده میشود، با آنها گفته میشود که این کار شما اشتباه است، این جنایت است، دلیل ها آورده میشود، اما اونها پافشاری میکنند و با استفاده از قدرت، با استفاده از حاکمیت، با استفاده از ایجاد فضای ترس و فشار، اون سیاست های خود را بالای ملت تحمیل میکنند و نتیجهش امروز اون میشود که ملت تاجیک توأم یا هم معنا با کلمه تروریسم در سراسر جهان میشود که حتی طالب هم امروز ملت تاجیک و حکومت تاجیکستان را متهم به تولید یا به وجود آوردن تروریست ها میکند. پس این دیگر ما به حد یک فاجعه رسیدیم که در پس اون یک جنایت طراحی شده از طرف گروه یا از طرف شخصی هست.
اولین کاری که حکومت جمهوری تاجیکستان با رهبری امامعلی رحمان کرد، من این را واقعا هم جنایت میدانم، خیلی خونسردانه میگم. من اینجا وقتی میگم که اینجا یک جنایت صادر شد، هیچ گونه احساساتی بودن در من وجود ندارد. من این را خیلی آگاهانه میگم که چرا جنایت صادر شد. برای آنکه وقتی که امامعلی رحمان برنامه به آبرو کردن، به اعتمادی و ضعیف و ناتوان کردن یک قشر بسیار مهم در جامعه تاجیکستان، قشر روحانیت را، قشر علما و پیشوایان اسلامی را آغاز کرد، با او گفته شده بود که این کار اشتباه است، این کار جنایت است. نه تنها جنایت در برابر قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، نه تنها جنایت در برابر کنستیتوسیا، در برابر مسئولیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، بلکه این جنایت در برابر ملت است. چون بالاخره یک ملت، جامعه باید به یک کس اعتماد داشته باشد، به یک کس باوری داشته باشد، یک کس را برای خود الگو بداند تا اینکه از پس او برود. او فرق ندارد، میتواند در یک مرحله تاریخی شاعر باشد، در یک مرحله تاریخی میتواند عالم فیزیکدان باشد. مثلا در اروپا یک زمان بود که عالمان علوم دقیق الگو بودند، مثل اینشتین، مثل ایساک نیوتن، مثل دیگران. یک زمان بود که فیلسوفا بودند و در یک زمان بود که پیشوایان دینی بودند، در اروپا هم، در آسیا هم، در جهان اسلام هم. یک زمانی بود که در ما ابن سینا و خوارزمی و بیرونی و خیام الگو برای جامعه بودند. یک زمان دیگر بود که نه، پیشوایان مذهبی مثل پیشوایان طریقت، خواجه بهاءالدین نقشبند و اینها آمدن الگو قرار گرفتن. بالاخره در هر یک دور و زمان جامعه باید یک تکیهگاه فرهنگی اعتقادی داشته باشد و امامعلی رحمان در این مرحله تاریخی وقتی که ایدئولوژی شوروی پاش خورد، ضعیف شد، یک باره جای آن را معلوم بود که در سراسر منطقه تنها اون چیزی که میتواند جایگزین شود اعتقادات مذهبی و دینی تاجیکی هست که آمیختگی بسیار قوی و ریشه‌دار با فرهنگ تاجیکی ما دارد، با فرهنگ اسلامی قبل از اسلام و با فرهنگ ملی قبل از اسلام و با اون تمدنی که در 1400 سال شکل گرفت و این تمدن اسلامی را بخش زیادش را باز هم فرزندان ملت تاجیک، زادگان خراسان و ماوراءالنهر اینها به وجود آورده بودند و باید از روی منطق این خلایی که بعد از ایدئولوژی کمونیستی به وجود آمد، باید یک ارزش، یک اعتقادی هموزن، همسنگ اون را پر میکرد که ملت تاجیک تنها میتوانست در دیدگاه های امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، در دیدگاه های عبدالرحمن جامی، در حداقل در دیدگاه های جوان بخارایان، اون معارف پروران بخارا مثل احمدی دانش، مثل صدرالدین عینی، مثل فطرت تا زمان بلشویکا، تا زمانی که اونها به پنتورکیزم گراییدن، حداقل دیدگاه های آنها این را پر میکرد. اما امامعلی رحمان چون از روز اول برایش استراتژیش این بود که باید قدرت خانوادگی و حاکمیت خانوادگی را در تاجیکستان مستحکم کند و هیچ رقیبی فکری در برابر این فکر پیشواگی و حکومت خانوادگی، هیچ ارزش دیگر باید رقابت نکند. تمام این جهانبینی ها برای او رقیب حساب میشدند. حتی جهانبینی کمونیستی هم، بلشویکی هم که خودش از بطن، از شکم این جهانبینی بیرون آمده است، خودش یک زمان پرتارگ پیشوای حزب کمونیست در ناحیه دنقره بود، در یکی از کلخوزها و عضو حزب کمونیست بود. حتی همین جهانبینی کمونیستی هم که مخالف شکل گرفتن حکومت خانوادگی هست، یعنی عقیده واقعی اصلی مارکسیستی، این را تحمل نخواهد کرد. ایران برای خود رقیب دانست و حزب کمونیست را ضعیف کرد، شبدالف را از پارلمان راند و یک لختک‌ها را به رهبری حزب کمونیست آورد. حزب دموکرات، عقیده دموکراتی هم همون خیال عقیده، حتی جهانبینی اصلی دنیوی هم که در
وطن آن در اروپا شکل گرفته است، برای امام علی رحمان یک رقیب فکری و اعتقادی است. چی رسد به دین مبین اسلام که هم فرهنگ جامعه هست، یعنی اون ستون فرهنگساز جامعه هست، هم در یک زمان در سالهای جنگ شهروندی همچون رقیب سیاسی نظامی رحمان در صحنه وجود داشت با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اتحاد نیروهای اپوزیسیون. وقتی که امام علی رحمان در چهره کمونیسم، در چهره دموکراتیا، در چهره دنیویت، در تمام این اندیشه ها رقیب خود را می‌بیند، تصور کنید دیگر در چهره دین مبین اسلام این دشمنی قسم خورده خود را دیده است و تا امروز هم می‌بیند. پس تمام این ایدئولوژی ها برای او بیگانه، برای او رقیب، دشمن هستند و او تلاش کرد که در این پریدن از یک دیدگاه از آریایی به حنفیت، از حنفیت به زردشتیت، از زردشتیت باز به پیشواگرایی، در این جست و خیزها، در این پراکندگی فکری، اعتقادی و ارزشی ملت رو به وجود بیارد و هیچ الटरनेटिव دیگر بجز پیشواگرایی، پیشواییزم و بجز حاکمیت خانوادگی در جامعه تاجیکستان حاکم نباشد. خب این به خاطر آنکه این در این رقابت پیروز شود، او اولین کاری که کرد چیکار کرد؟ آمد مبارزه علیه، یک زمان مبارزه علیه ادیبان و روشنفکران بود، بازارسابی را زندانی کرد، لایق را اصلا تا حدی سکته دل رساند، تمام این شاعران را یا از صحنه دور کرد یا آنها را تبدیل کرد به مداحان و چاپلوسان مثل عطا میرخواجه و چند نفر دیگر. مثلا گلرخسار را از صحنه ها محدود کرد، استاد مومن قناعت را، و در صحنه قرار ماند. وقتی که این نخبگان فکری، روشنفکران دنیوی را از صحنه راند، در صحنه تنها ماندن پیشوایان و رهبران مذهبی که بعدا اینها را هم در حد دشمن یا رقیب اساسی خود دانست و شروع کرد با بی‌آبرو کردن و زدن و از صحنه دور کردن آنها. و شما دیگر همتون حادثه های اون نوارهای خیلی پر از فحشا و بی‌آبرو کننده نسبت پیشوایان دینی و اهل اسلام رو در جامعه که در بین سالهای 2011 12 تا 2015 در جامعه وجود داشت، شما همتون میدونید. و چرا امام رحمان این کارا کرد و چرا این کارا عمدن کرد و من در این نشانه های آشکار جنایت علیه ملت و ارزش های ملی را میبینم؟ چون امام رحمان خوب میدونست که مردم تاجیک یک مردم بسیار هم دین محور است. حالا این خوب است بد است، برای بعضی ها خوب است، برای من مثلا خیلی این یک پدیده مثبت است، بالاخره دین در اصل خود، در وجود خود هیچ مشکل ندارد. اما بعضی ها این را یک پدیده منفی میدانند که دین محوری را برای یک ملت منفی میدانند. حالا بحث ما این نیست، وارد این بحث نمیشوم. و اما ملت تاجیک این گونه هست، این واقعیت هست و کسی نمیتواند این را انکار کند، چون این نظری کارشناسان است، نظری کسانی هست که مسئله را از نگاه علمی بحث و بررسی میکنن. و رحمان هم میدونست و هنوز هم خودش هم میگوید از منبرها که ملت تاجیک تفکر دینی در بافت اجتماعی و فرهنگی ما خیلی ریشه دار هست و او میدونست که با بی‌آبرو کردن یک قشر خیلی مهم در جامعه که اونها یکی از ستونها، نمیگم ستونی اساسی، ولی یکی از ستونهای اصلی فرهنگساز و اندیشه ساز، تفکر ساز در جامعه ما هستند، با ضعیف کردن، بی‌آبرو کردن و با وجود آوردن بی‌اعتمادی نسبتی آنها به ملت ضربه میزنند. او این رو میدونست و این کار انجام داد و او تلاش کرد که وقتی که رقیب اساسی خود دامله‌ها، پیشوایان مذهبی و دین مبین اسلام را همچون یک پدیده اجتماعی در جامعه ضعیف میکند، او باور داشت، شاید به قدرت خودش، به توانمندی خودش تکیه کرد که میتواند در عوض آن در جامعه یک اندیشه، یک تفکر جدیدی را با وجود بیارد با نام پیشواپرستی، از خداپرستی، از دین پرستی یا از دین محوری به پیشوا محوری عوض کند. همون طوری که مثلا کمال مصطفی آتاتورک در ترکیه کرد، همون طوری که بعضی از دیکتاتورهای دیگر در بعضی از جامعه ها موفق شدند. در سنگاپور یک دیکتاتور آمد، سنگاپور جدید ساخت. در
کره جنوبی هم، در چیلی هم، در خیلی از کشورها یک نفر با یک دست بسیار قوی با رفتارهای دیکتاتوری یک ایدئولوژی را با یک ایدئولوژی دیگر جایگزین کرد و موفق هم شد. اما چرا مثلا آتاتورک توانست تا جای موفق شود که نهایتا او هم نتوانست؟ امروز جامعه ترکیه باز دارد برمیگردد به همون به دامن فرهنگی اسلامی ترکی خود، همچنانه که دیگر کشورها، اما تا جای موفق بودند. و چرا امام علی رحمان موفق نشد؟ اینجا یک نکته بسیار نازک است که امام علی رحمان و طرفدارانش به حساب نگرفتند، در نظر نگرفتند. اول اینکه قدرت فکری، قدرت شخصی خودشون خیلی ضعیف بود، به اون حد نبودن که به اون نه مثلا زمینه علمی دارن خودشون شخصا، نه شخصیتی، نه فرهنگی، از لحاظ شخصی هم به حد شکل گرفته نبودن که بتوانند به حد یک پیشوا، به حد این نام بزرگ یا کلان و خیلی هم یعنی سنگین وزن که نه هر کتف نه هر ستون مهره میتواند این نام کلان رو بردارد. امام علی رحمان فکر کرد که میتواند این رو برداشته، این رو تحمل کرده. اما اشتباهش در کجا بود؟ این حساب کتابش در کجا غلط برآمد؟ او فکر نکرد که مثلا کمال مصطفی آتاتورک هر چی کرد نکرد، چی خیلی ما اون رو بهانه دیم امروز، یک دزد نبود، یک کسی نبود که در فکری خانواده‌اش و در فکری درآمد گرفتن و در فکری آن باشد که فقط خودش و خانواده‌اش را تأمین کند، بدزدد، به فساد مالی دست داشته باشد، فرزندانش نبیرگانش. شما دلخواه ترک را چه از دوستان و چه از دشمنان کمال آتاتورک بیارد، میگه که خب کمال آتاتورک بله شاید فکرای برای ترکیه مناسب نبود، اشتباهایی کرد، اما از لحاظ شخصیتی، از لحاظ پاکی نفس انسانی دزد نبود. در صورتی که امام علی رحمان خودش در همین پیام آخرش گفت که ما از بالا تا پایان، یعنی از خودی من سر کرده تا میده ترین اعضای خانواده‌ام و اعضای حکومتم در فکری چی هستیم؟ آرام کردن این نفس بد خود هستیم. یعنی این را آگاهانه یا ناآگاهانه این را گفت و از او صدا داد و این واقعیت است. شما استالین را بگیرید، استالین یک ایدئولوژی کمونیستی را آورد در جای ایدئولوژی قدیمی، هم در بین پراوسلاوهای روسیه و هم مسلمانان آسیای مرکزی جایگزین کرد و خیلی هم قوی. کسی میتواند بگوید که استالین دزد بود؟ استالین یک جنایتکار بود از نگاه من، از لحاظ سیاسی و اعتقادی، اما از لحاظ اقتصادی مالیوی دزد نبود. همه میدونن که استالین وقتی که از دنیا رفت با یک همون کیتل و با یک لباسی یگانش از دنیا رفت، از خود هیچ چیزی برای فرزندان و دیگرانش نماند. یا دیکتاتور سینگاپور که امروز سینگاپور یکی از کشورها است، با راه روش دیکتاتوری به این حد رسید. اما رهبر اون وقته سینگاپور یک گپی بسیار معروف دارد، گفت که یعنی واقعا یکی از دوستان نزدیک خودش را خشم بود زندانی کرد فقط به خاطر کروپسیا و دزدی مال دولتی و مال ملی. اما امام علی رحمان چگونه میتواند یک دزد، یک فسادکار، یک کسی که حاکمیت خانوادگی را بالای جامعه تحمیل میکند، این بتواند با یک جهانبینی مثل اسلام مبارزه برد، بر آن پیروز شود، در جای اون یک جهانبینی دیگر را با نام پیشواگرایی و داهی پرستی بیارد جایگزین کند. امام علی رحمان اگر پیرو کدام جهانی باشد، برای مثال اگر فردا خود را زردشتی اعلان کند، فردا خود را آریایی اعلان کرد، مگر آریایی پیروز شد در مقابل دین مبین اسلام یا جهان بینی دیگر؟ نه. امام علی رحمان نماینده کدام جهان بینی نباشد، اون جهان بینی شکست خورده است، فرق ندارد و حتی برای اون جهان بینی یک مصیبت خواهد بود که چنین نماینده دارد. و دیگر فرهنگ پیشواگرایی و داهی پرستی و پیشوا پرستی در تاجیکستان تمام شد. چرا؟ برای آنکه در پسی آن نفر مثل امام علی رحمان هست که با ارزش‌های ملی، با فرهنگ ملی مبارزه برد و نتوانست در جای اون یک جایگزین به وجود بیارد. بحث ما کمی طولانی میشود اگر من به این موضوع عمیق‌تر فرو بروم، اما از دیدگاه من خیلی مهم است تا اینکه اگر ما بخوایم ریشه کاوی کنیم که چرا این خالگی با وجود آمد، این
واکوم در جامعه ما به وجود آمد و چرا جوانان ما یک باره رفتن به سمت افراط و به سمت تفرید. من این را در آن میبینم که دیگر اعتماد جوانان، اعتماد اون یک جوان 20 ساله تا 30 ساله‌ای که تشنه هویت است، تشنه خودشناسی است، میخواهد خودش را پیدا کند او کی هست، از لحاظ فکری، از لحاظ اعتقادی به کی تکیه کند، کجا برود. او وقت دید که نه، داملاها ملاها دیگر در جامعه آبرو ندارند، نمیشد از پس آنها رفت، چون به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه از داملاهای معتبری مستقل که بودند و میتوانستند پیشوای فکری و الگوی فکری برای جامعه باشند. حکومت اونها را بی‌آبرو کرد، از صحنه و از منبر دور کرد، اونها را از امام خطیبی و از منبر و میکروفون دور کرد. به جای آنها یک نفرای را آورد که اینها خیلی هم اگر با احترام نسبتشون صحبت کنم، اینها را میشد علمای درباری یا علمای سلاطین سلطانی که در این عبارهایی که در کتاب‌های قدیمی هم هست، اما حتی اینها را نمیشد دیگر علمای درباری گفت، چون دیگر نه عالم هستند نه در دربار به معنای آن که مثلا علمای درباری حتی در زمان امیران منقیطیه در بخارا بودند یا در خلفای عباسی و خلفای اموی و در مثلا علمای درباری که در زمان خاندان دودمان سامانی ها بودند، در اونجا هم بودن علمای درباری، شاعرای درباری. مثل رودکی یک شاعری درباری بود به معنای امروزش، یعنی اون شاعری سیاسی و مخالف نبود، بلکه اون سروده معروفش در باره بویجوی مولیان، این تقریبا بیانگر آن است که میخواهد شاه را در او یک محبت بازگشت به بخارا را بیدار کند از هرات، از بلخ، و وصفای عجیب کرد و خیلی هنرمندانه. و اما اینا دیگر نه شاعری درباری به معنای گذشته داریم، نه علمای درباری داریم، نه یک مفتی درباری داریم. اینا رفتن با پایانترین سطح که دیگر اینا رو نمیشد برای یک جوان امروزه نه از لحاظ فکری، نه از لحاظ اعتقادی، نه از لحاظ ادبیات و فرهنگ الگو نامید. و در این عدم الگو، نبودن یک متکای فکری و فرهنگی، خب جوانی 20 ساله 30 ساله در جستجوی هویت، بیکار، بیسواد، بیدانش کجا برود دیگر؟ الگوی او شد اینترنت، الگوی او شد سایت ها، الگوی اون شد یوتیوب که در اون دیگر هر کس داشته و خواسته خودش رو میریزد، میگوید و از گروه های افراطی اسلامی شروع کرده تا گروه های ضد اسلامی تا کمونیستی، مارکسیستی، زردشتی، هر کس دلخواه چیزی رو که شما میخواید پیدا میکنید. و این است که جوان امروزه تاجیک با نداشتن پیشوا، الگو، پیشوای واقعی، نه ما پیشوای ساخته داریم اما این دیگه به در جامعه نخورد، پیشروی افراطگرایی را نگرفت، برعکس اون را زیاد کرد. پیشوای علمی، پیشوای فرهنگی، پیشوای مذهبی، وقتی که اینها وجود ندارند، اینها را همه را نابود کرد و یک پیشوای خود ساخته آمد بالای سر ملت، ما دیگر جوانان ملت را از دست دادیم. ما یک نسل خودگم کرده، یک نسل بسیار فریب خورده و واقعا هم این نسل احساس فریب خوردگی میکند که نسل کلانتر، نسل 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله، نسل 20 ساله و تا 30 ساله رو فریب کرد. باید این رو اعتراف کنیم. چگونه ما فریب کردیم؟ وقتی که سازشنامه صلح امضا شد، جوانانی که امروز 30 ساله هستند اون وقت 15 ساله بودند، 10 ساله بودند. ما با آنها گفتیم که در تاجیکستان صلح آمد، جنگ تمام شد و ما و شما یک مسئولیت داریم. طبق قانون زندگی کردن، طبق قانون عمل کردن، فرق نداره تو فعالیت دینی میکنی، فعالیت سیاسی میکنی، فعالیت تجارتی میکنی، فرق نداره، طبق قانون عمل کن، چون که حکومتدار هم وظیفه دار است که طبق قانون عمل کند، ملا هم وظیفه دار است که طبق قانون عمل کند، اپوزیسیا هم، و طبق قانون عمل کن، تمام. حکومت رو حمایت میکند، حکومت رو تأمین میکند، حکومت در برابر تو خدمتگزار هست،
حکومت هم تمام مسئولیت خود را انجام میدهد، طبق کنستیتوسیا و قانون بعد 5 سال یا 7 سال از قدرت میرود، به جای او کسی دیگر میآید و خودت هم امکان داری که پرزیدنت شوی. یعنی یک جوان، کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با یک جوان 15 ساله 20 ساله این کفالت را داد که هر جوانی تاجیک، بدخشانی، کولابی، زرافشانی، سوغدی، هر کجای باشد، دوشنبگی، حصاری، فرق ندارد، او کمونیست است، نهضتی است، دموکرات است، او دیندار است، بیدین هست، کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با او کفالت میدهد که پرزیدنت شود، کفالت میدهد که وزیر شود، کفالت میدهد که مفتی شود، کفالت میدهد که دپوتات شود. هیچ کس را برای عقیده‌اش زندانی نمیکنند، هیچ کس را برای عضویتش در این یا حزب سرکوب نمیکنند. یگان خانواده، یگان اولاد، یگان نفر حق ندارد، نمیتواند طبق این کنستیتوسیا و این سازشنامه حاکمیت را خانوادگی کند. شما آزاد هستید، فقط در چارچوب قانون عمل کنید. این نسل به این گفته های ما باور کرد، به گفته های امام علی رحمان باور کرد، به وعده که اپوزیسیون تاجیک داد باور کرد، به وعده که مولا از منبر میداد باور کرد، به وعده که شاعر از منبر و از تلویزیون میداد باور کرد. امروز این جوان خودش رو فریب خورده میداند. برای چی؟ امام علی رحمان همچون پرزیدنت دروغ گفت، فریب کرد، کنستیتوسیا رو تغییر داد، سازشنامه رو پامال کرد، از یک 7 ساله به چند 7 ساله کرد، حکومت رو خانوادگی کرد. یگان جوان نمیتواند پرزیدنت شود اگر از خانواده امام علی رحمان نباشد. یک جوان فراموز ارگاشوف خواست 30 ساله از بدخشان، یک بدخشانی، یک جوان خواست نامزد به پرزیدنتی شود، حالا در زندان 30 سال حکم گرفت. زید سعیدوف خواست حزب سیاسی تشکیل کند که شاید بعدا در انتخابات پارلمان شرکت میکرد یا پرزیدنتی، 30 سال زندانی شد. نهضت اسلامی تاجیکستان انتخابات پارلمانی را برد در سال 2010، پراکنده شد، سرکوب شد، زندانی شد، تروریست اعلان شد. ملا و مفتی که باور کرد، پیشوایان مذهبی که باور کردند با اون که اونها در چارچوب قانون میتوانند آزادانه فعالیت دینی کنند، امروز فریب خوردن، فهمیدن که همه فریب بوده است. جوانی کلابی، جوانی سوغدی، جوانی بدخشانی خود را فریب خورده از طرف امام علی رحمان، حکومت، از طرف شاعران، از طرف اپوزیسیون، از طرف ملاها میداند. و از همه ببینید یک پدیده ای که یک زمان جوانان کلاب با سلاح علیه نهضت اسلامی تاجیکستان و علیه با اصطلاح خودشان وافچیکا و وهابیا می جنگیدند، امروز شماری زیادی از جوانان کلاب در صف این حزب و حرکت های افراطی در داعش، در القاعده، در گروه های دیگر هستند. برای چی؟ از همه بیشتر مردم کلاب و جوانان کلاب خود را فریب خورده حساب کردند و این واکنش جوانان کلاب با اون کسانی است که آنها را فریب کردند. در اول با آنها سلاح دادن، گفتن که شما کلابی هستید، غرمی و بدخشانی و دوشنبگی و اینا شما را کشتن میخواهند، شما را محاصره کردن. اون نوارها یادتان هست، گویا که استاد مرحوم سید عبدالله نوری گفته باشد که شما تیر را بزنید، ملائکه ها به سینه کلابی میبرد، که یک منتج بسیار دروغ، یک تهمت بود. اگر این حرف را استاد نوری میگفت، شاگردان کلابیش مثل سید عمر و سید ابراهیم و همین ملا عبدالرحیمی که اون وقتا در پهلوی استاد بود و دست آگیری استاد نوری بود، اینا اعتراض میکردن که چرا این حرف رو میگوید، ولی چون نگفته بود اینا هم تا به حال همه میگن که نه، چون حرفی نبود. اما اون دستگاه تبلیغاتی که میخواستن مردم کلاب رو فریب کنن، بشورانن، این رو منتج کردن و خواستن که اون نفرت را در بین جوانان کلاب علیه دیگر قشرهای جامعه، غرمی و بدخشانی و دوشنبگی و وحدتی و جاهای دیگر با وجود بیارن تا اینکه جنگ شهروندی علنگه بگیرد و به این هدفشون رسیدن. و حتی متاسفانه برخی از همون باقی مانده های تفکر پیشینه هنوز هم با همون تعصب کلابیگری، بیا که هنوز هم کسی علیه مردم کلاب باشد که این بازمانده باقی مانده انا همون فتنه فکری هست که اون زمان با وجود آوردن. اما 80-90% جوانان کلاب امروز چشمشون باز شد، فهمیدن که نه، همون غرمی و بدخشانی و دوشنبگی و وحدتی تاجیک است، مسلمان است، برادری او هست، همدینی او هست و خود را فریب خورده حس کرد. آمده است امروز در پهلوی بدخشانی قرار گرفته است، در پهلوی سوغدی و در پهلوی غرمی و رشتی و دوشنبگی قرار گرفته است.
اما چون خود را از طرف یک خانواده یک گروه فریب خورده حساب میکند، امروز دیگر میخواد انتقامش رو بگیرد. انتقام برای چی؟ برای آینده از دست رفته، برای اون خونهای ریخته، برای اون زحمتهای کشیده، برای اون مبارزه ها، و نمیخواهد بار دیگر به کسی اعتماد کند. نه به رحمان دیگر اعتماد دارد، نه به ملا اعتماد دارد، نه به رهبریت اپوزیسیون اعتماد دارد، به هیچ کس، نه به شاعر، نه به نویسنده. یگانه اعتمادش کی مونده است؟ همون کسانی که خیلی دور هستند در اینترنت. مثلا برای یک جوان تاجیک امروز یک واعظ دینی مثلا از کشورهای عربی، از ایران، از افغانستان، از پاکستان، از حتی اگر مثلا او مسلمان نباشد، مثلا پیروی جهانبینی اسلامی نباشد، یک اروپایی، یک امریکایی، جایگاهش بالاتر است از یک سخنور، سخنگو، از یک شخصی که از داخل تاجیکستان باشد. برای چی؟ برای اینکه امام رحمان تمام ریشه ها، ستون ها و پایه های شخصیت ها، گروه ها و قشرهای جامعه را در داخل کشور شکست، از بین برد و یک بی‌اعتمادی کامل را در جامعه با وجود آورد که امروز این باعث آن گشت که جوان تاجیک رو بیارد به عقیده و گرایش‌های افراطی که در جایهای دیگر هست. خب ببینید، وقتی میگیم که کی گناهگار است، باید اول به این سوال جواب بدیم که کی منفعت دار هست که تاجیک همچون تروریست شناخته شود، یا اصلا کی منفعت دار است که جوانان تاجیک به تروریسم، افراطگرایی گرایش پیدا کنند. سوال خیلی عادی هست ولی جواب میخواهد. آیا ملاها منفعت دار هستند که جوانان تاجیک افراطی شوند، تروریست شوند؟ برخی ها از این کسانی که در این آب لای میخوان ماهی بدارن، بلا فاصله شروع میکنند که این ملاها عیب دارند و گناهگارند و نتیجه کار ملاها هست و سازمان های دینی هست، و حتی نهضت رو گناهگار میکنند که همین نهضت بود که این تروریست ها را با وجود آورد. وقتی که نهضت صلح کرد و نهضت فعالیت میکرد تا سال 2015، شما بروید استاتستیکای رسمی حکومت رو ببینید که از تاجیکان، از تاجیکستان چند نفر در شامل رویخط تروریستی در سطح جهانی بود. خود وزیر داخله اون وقت گفته بود که ما همگی تا امروز 300 نفر داریم که شامل گروه های تروریستی هستند. تا وقتی که نهضت فعالیت میکرد، کمتر از قرقیزستان، کمتر از قزاقستان، کمتر از ازبکستان، کمتر از قفقاز، از روسیه. تاجیکستان از همه کمتر داشت وقتی که نهضت اسلامی تاجیکستان عمل میکرد و این مدیریت افکار و اندیشه جوانان را تا حد در اختیار داشت. و بنابر همین ببینید، وقتی که یک تروریسم اسلامی نام برده می شود یا یک جوان با نام دین با صدای الله اکبر ترکیشه رو با وجود می آورد، اولی ضربش به ملا و به مفتی و به اون کسانی می رسد که خود را منسوب دین مبین اسلام یا اون سازمان اسلامی می دانند. از آن جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از آن جمله همه مسلمانان، هر یک امام و مفتی فرق ندارد و حکومتی است، اپوزیسیونی هست، او احساس خجالت میکند، احساس میکند که او ضربه خورده است. برای چی؟ برای آنکه نگاه به یک مسلمان، به اسلام در مجموع منفی میشود. مگر وقتی که در آلمان جوانان تاجیک را برای افراطگرایی و تروریسم حبس میکنن، ما مهاجرین تاجیک ما ضربه نمیخوریم، ما بدنام نمیشویم، چه مسلمان باشیم چه غیر مسلمان؟ پس چگونه ما منفعت دار بودیم که جوانان تاجیک افراطی شوند، تروریست شوند؟ چگونه اون ملا، چه حکومتی باشد چه غیر حکومتی، چگونه منفعت دار است؟ پس یگان نماینده دین، یگان سازمان دینی، یگان مفتی، یگان امام خطیب این منفعت دار نیست که جوانان تاجیک افراطی شوند و تروریست شوند. آیا قشر روشنفکر و قشر شاعران و دنیوی ما منفعت دار هستند که جوانان تاجیک تروریست شوند، افراطی شوند؟ بالکل نه. چون وقتی که اونها جامعه را به هم میزنن، میترکانن، میکفانن، نام تاجیک را بدنام میکنن، حتی اگر مسلمان هم نباشد، همین که نام تاجیک معرفی به تروریسم میشد، برای او یک مصیبت است.
یعنی یک تاجیک ملت دوست، وطن دوست و به معنای تامش تاجیک، اگر چی مسلمان باشد چی غیر مسلمان، او منفعت دار نیست که تاجیک افراطی شود، تروریست شود. خب شما دلخواه قش را هم بگیرد همین تحلیل کنید. خب کی استفاده میبرد از تروریست شدن تاجیک؟ کی منفعت دار است؟ کی این را میخواهد پررنگ کند، در همه جا جار بزند و کی این را میتواند به شرق و به غرب و به امریکا و به خطای و به روسیه و به جامعه جهانی ارزان بفروشد؟ همون منفعت دار است. کی بیشتر از منبرها درباره رشد تروریسم در تاجیکستان بانگ خطر میزند؟ در تمام نشست ODKB، شاس، در سازمان ملل، در OBSE، همه جا را پر از آن طلب نکنید، چون که ما روبرو با تروریسم هستیم. تاجیکان تروریست شده ایستادند، شهروندان ما تروریست شده ایستادند. وظیفه من فقط مبارزه با تروریسم است، کشتن تروریست‌ها، زندانی کردن تروریست‌ها. و هر سال تاجیکستان، ملت تاجیک گویا فقط کارخانه تولید تروریست دارد و امام علی رحمان با یتیموف و رمضان رحیمزاده و یوسف رحمان، اینا فقط تبدیل شدن به یک سپر یا به یک گروه ویژه مبارزه با تروریسم در سطح جهانی. حتی توکایف پرزیدنت قزاقستان در همین نشست آخر در میترسونی، یادتان هست گفت که сколько можно пугать друг друга угрозами из Востока, из Афганистана, терроризм, контрабанда. Прекратите в конце концов. خودش رو غربی ها رو میترساند که اگر من نباشم این تاجیک ها یک دیگر رو میخورن. ملاها، تروریست ها هر روز تولد شده ایستادن. روسیه رو میترساند، چین رو میترساند. خب دیگر این حادثه که در کرمان ایران متاسفانه رخ داد، دیگر برای امام علی رحمان و برای کسانی که واقعا هم دشمنی قسم خورده اسلام، مسلمان ها و ملت تاجیک هستند، یک هدیه عثمانی بود که دیگر اینا دیگر هیچ اثباتی برای امام علی رحمان در کار نیست که به رئیسی و به خامنه‌ای، به امریکا، به رهبری چین دیگر هیچ اثباتی در کار نیست. میگه مرحمت ببینید، تاجیک در اروپا میخواهد بتر کند، تاجیک در ایران میخواهد ترکیش کرد چند مراتب، اون چند مسجد رو ترک کردن. باز این در این مراسم یادبود قاسم سلیمانی ترکیش شد. و خب دیگر چی دلیل در کار برای امام علی رحمان که هیچ کس در تاجیکستان دیگر درباره حقوق بشر، آزادی ها، درباره انتخابات، درباره فساد صحبت نکند؟ پس منفعت دار کی است که در تاجیکستان همیشه موضوع تروریست بودن تاجیکان و تروریسم و رشد افراطگرایی داغ باشد، در صحنه باشد، در روزنامه همه جلسه باشد؟ دو گروه هستند. یکی خانواده حاکم که این را خیلی هم به چپ و راست فروخته ایستادند از حساب ملت تاجیک. دیگر یک گروه بسیار هم متعصب ضد اسلامی که اونها واقعا هم خوشحال میشوند اگر یک کسی با نام اسلام در یک جای، در یک صحبت، حالا چی رسد ترکیش، خصوصا اگر با صلاح و ریش داشته باشد، بیاید یک چرند بگوید، یک حرف ناجای بگوید، حتی اگر برای خودش دلیل دینی هم داشته باشد، اینها دیگر توی دارند. اینها طبل شادی میزنند، تبلیغ میکنند به چپ و راست. شبکه ها رو ببینید، منتظر همین گونه حالت هستند. و این دو گروه منفعت دار هستند که موضوع تروریسم همیشه در جامعه داغ باشد و اینا هم گناهگار اصلی هم همینا هستند. ما نباید دیگر گناهگار اصلی جستجو کنیم. بله ما همه گناهگار هستیم، ما همه به حد خود به دایره مسئولیت و امکانات خود مسئول هستیم، گناهگار هستیم. اما گناهگار اصلی، منفعت دار اصلی همونایی هستند که از حساب تروریست اعلان شدن ملت تاجیک و تروریست شدن جوانان تاجیک اینها بازار خود را گرم میکنند و تلاش کرده ایستادند که
این فضا در جامعه پایدار بماند. من یک مثال کوچک براتون بیارم و به قسمت آخر بگذارم. وقتی که قانون دین در پارلمان قبول میشد، یادم نیست حالا سال 2008 بود یا 9، دوستان بروند ببینن که قانون اخیر دین در تاجیکستان که قبول شده بود. رئیس کمیته دین مرادالله دولت بود، فیلسوف و یک جامعه شناس، و ما در پارلمان قانون رو بحث میکردیم. من خیلی مخالفت کردم، سخنرانی کردم و دلیل آوردم که این قانون بر ضرر دولت، بر ضرر ملت، بر ضرر دین و بر ضرر امنیت جامعه خواهد بود. دلیل های خود رو در سخنرانی هم در پارلمان گفتم و رئیس پارلمان خیراللهیف احساس میکرد که دلیل های من دلیل های بی اساس نیستند، اما جرأت نداشت که بیاد آنها را آشکار بگوید که خب فکت و دلیل هایی که وکیل میگوید اینها را هم قبول کنید. چون همه میترسیدن، همه بعدا رئیس بعدیش هم میترسید که حتی یک پیشنهادی کوچکی ما را هم قبول کند، برای آنکه خب این دیگر برای امام رحمان میشد که چگونه شد که تو حرفی کبیری رو، پیشنهادی کبیری رو قبول کردی. او چیکار کرد؟ خیراللهیف تنفس اعلان کرد و گفت که چون میدونست که فکت و دلیل ها و آرگومنت ها منطقی هستند، گفت یک تنفس کنیم، خودتون بروید، من مرادالله دولتوف و اعضایان کمیته روابط بین المللی و سازمان های جمعیتی بشینیم و این لایحه قانون رو یک بار دیگر پیشنهادها رو ببینیم و برگردیم با لایحه تکمیل شده به پارلمان. ما رفتیم در کابینت کاری، نورعلی ریایف بود، یک وکیل از حوزه درواز، همکار ما بود، در اتاق کاری ایشون نشستیم و من بار دیگر گفتم که ببینید شما آدمای اندک نیستید، منطق دارید، علم دارید، فهمیش دارید. خب دیده ایستادید که همین قانونی که ما قبول میکنیم باعث بی‌آبرو شدن روحانیت، مسجد و همون سیستم دینی همچون اینستیتوت جمعیتی میگردد و ضعیف شدن و بی‌آبرو شدن و بی‌صلاحیت شدن این رکن مهم جامعه، این بر ضرر دولت است، بر ضرر جامعه است. جوانان دیگر الگوی خود را از دست میدهند. چرا شما این کار را میکنید؟ مگر همین را نمیفهمید؟ میدونید جواب چی بود؟ مرادالله دولتوف آدمی بی‌سوادی نیست. واقعا من اعتراف میکنم که یک انسانی باسواد هست، اما باسوادی که در چارچوب تفکری همون بولشویکی باقی مانده است. یعنی او استاد فلسفه مارکسیسم و اتئیسم بود در دانشگاه، و وقتی که رئیس کمیته دین شد با همون دیدگاه های دقیقاً محیدین خوب شناختی گفت مسئله رو. یعنی ما هم وظیفه ما، رسالت ما و هدف ما همین است که ما دین، پیشواهای دینی، رهبران دینی و مسجد را همچون اینستیتوت جمعیتی ضعیف کنیم. برای چی؟ برای آنکه تاجیکستان، ملت تاجیک بین دو یکی را باید انتخاب کند، یا دین اسلام یا ملت تاجیک. این دو با هم سازگار نیستند. من گفتم چه سازگار نیست؟ ملت دین مبین اسلام با فرهنگ ملی ما 1300 سال شد شکل گرفت. اصلا خود واژه تاجیک، شکل گیری ملت تاجیک همچون تاجیک بعد از فتوحات اسلامی هست. چگونه در آینده این سازگار نیست؟ برای چی یکی باید حتما پیروز باشد بالای دیگر؟ ارزش‌های دینی باید حتما یا ارزش‌های ملی ما را شکست بدهد تابع کند، یا چرا باید حتما ارزش‌های ملی ما، ارزش‌های دینی ما را تابع کند و شکست بدهد و به حاشیه براند؟ کی گفت است این تفکری غلط را؟ گفت که نه، این باید همین گونه باشد. یعنی امکان ندارد اگر ما می‌خوایم که تاجیک همچون ملت شکل بگیرد، تاجیکستان قوی باشد، باید که اندیشه ملی، فکر ملی ما قوی‌تر باشد از فکر دینی و فکر دینی تابع باشد، ضعیف‌تر باشد. خب برای آنکه ضعیف‌تر باشد و حالا قوی‌تر هست، باید این را شکست داد، باید این را ضعیف کرد و باید راه اساسی هم این است که باید که پیشواها و شخصیت‌های مذهبی ضعیف باشند، شکسته باشند، بی‌آبرو باشند. اگر می‌خواهیم که دین بی‌آبرو شود و فرهنگ ملی بالاتر برود، باید که چهره‌های دینی را و اینستیتوت‌ها، سازمان‌های دینی را باید که ما ضعیف‌تر کنیم. من مثال آوردم اون وقت الکسی فتروی پاتریارخ روسیه بود، نه کریل. گفتم که ببینید الکسی فتروی یک انسان بسیار باسواد
دانشمند پاتریارخ است، در پیشوای مذهبی هست و حکومت روسیه پوتین از این استفاده کرده ایستاده است. پایه‌های دولتداری روسیه قوی شده ایستاده است. تاجیکستان هم نیاز به چنین یک شخصیت‌های قوی مذهبی دارد که در پهلوی دولت و حکومت بیستد، نه در مقابل، نه بالاتر نه پایانتر، در پهلو بیستد و کمک کند دولتداری تاجیک را، ملت سازی تاجیک را. او گفت که نه، این امکان ندارد، برای تاجیکستانی نمی شود، ما این تصمیم رو هم گرفتیم. و از هم عجیبش او گفت که خودت هم یک انسانی تحصیل کرده هستی، متعصب نیستی، باید که این فکر را قبول کنی، پافشاری نکنی و در جامعه باید این فرهنگ و این فکر قوی شود. من گفتم ببینید، حالا ما را همچون مولا میشناسید یا همچون غیر مولا، ولی من یک تاجیک مسلمان هستم. برایم ارزش‌های ملی و ارزش‌های مذهبی هم خیلی مهم هستند و من این دو را با هم در یک توازن منطقی دریافتم، میبینم امروز، در آینده هم دیدن میخواهم و هیچ وقت نمیخواهم که تفکر یا فرهنگ ملی هم علیه فرهنگ دینی هم باشد یا برعکس دینی هم علیه فرهنگ ملی هم باشد و هر کسی این کار را کند، چه با نام دین چه با نام ملت، به هر دو خیانت کرده است. اما شما اگر این کار را کنید، پس هم اشتباه کردید، هم جنایت، و آینده نتیجهش رو خواهید دید. امروز نتیجهش رو میبینیم. امروز دیده ایستادیم که اون وقت، حالا من در اول فکر کردم که مراد لادولتوف و چند ایدئولوگ های دیگر، اینا چون از همون فیلسوفای اتئیستی گذشته هستند، اینا تلاش میکنن این اندیشه خود را در جامعه عملی کنن. اما سیاستمدارا که فکری سیاسی دارن، فکری دولتی دارن، مثل رحمان و وزیر امنیت و وزیر داخله و دیگرها، نباید اجازت بدین و حتما اجازت نخواهند داد. اشتباه من در همین بوده است که اکنون میفهمم که اینها با هم در اون شب و روز در یک تفاهم، در یک مشورت پیشکی این لایحه قانون را از نام حکومت پیشنهاد کردند و هدف هر دو گروه، هم گروه تکنوکرات حاکم و هم گروه ایدئولوژی اون اتئیستی، هدفشون این بوده است که برای آنکه ملت سازی کنند باید که اسلام زدایی کنند. دقیقاً همون فکر داعشیه که برای آنکه اسلام سازی کنند باید حتما ملت ها را از بین ببرند. اون فرق ندارد اون ملتی عرب است، کرد هست، تاجیک است، فارس است، ترک است، برای یک داعشی باید که از بین برود. و این تفکر داعشی هم در دایره های دینی است، هم در دایره های دنیوی ما، و امروز نتیجهش رو دیده ایستادیم که جامعه تاجیک، برای چی امروز جوان تاجیک در این یک آشفته بازار ایدئولوژی اعتقادی رو به افراط آورد و من اینجا دیگر هیچ گناهکار اصلی جز حکومتداران تاجیکستان پیدا کرده نمیتوانم و مسئولیت ما هم، گناه ما هم در این است که این را خیلی دیرتر درک کردیم، فهمیدیم، ولی امیدوارم که هنوزم دیر نشده باشد. حالا چی باید کرد؟ من هرچند باز تکرار میکنم، حالا همچون یک صحبتی سیاسی نکرده ایستادم که باز همچون اپوزیسیا صحبت کنم به مقابل حکومت موجوده، نه، همچون یک تاجیکستانی، همچون یک مسلمان صحبت میکنم که ما مخالفین، هم کسانی که حکومتی هستند و هم کسانی که در بین اون خاکسترنگ هستند یا خاکستری هستند که متاسفانه یا خوشبختانه شمارهشان از ما مخالفین یا حکومتی ها بیشتر است، اما خیلی کم فعال و ضعیف و بی‌طرف هستند که این واقعا یک مصیبت است. و همه کسانی ما اگر در فکر نجات ملت از این بدبختی، از این فاجعه هستیم که میخواهیم پیش راه افراطگرایی را در جامعه تاجیک بگیریم، دیگر ملت تاجیک در آینده همچون ملت تروریست زا و بحران زا، افراطی زا شناخته نشود، باید بشینیم دور هم فکر کنیم. من نه همچون اپوزیسیا صحبت کنم، اونه که در وزارت امنیت نشسته است و وطن دوست است و ملت دوست است، امیدوارم هنوز باقی نماندند و رمضان رحیمزاده و سید مومن یتیموف هنوز فرصت نکردن اون ملت دوستانی واقعی را از بدنه نهادهای قدرتی دور کرده باشند پر را، چون این روند آغاز شده بود در اون زمانی که من در تاجیکستان بودم. امیدوارم که هنوز هم وطن دوستان، ملت دوستانی
واقعی باقی موندن در اون ساختارها. حتی چی در دستگاه پرزیدنت کار میکنید یا حتی بگذار در داخل خانواده رحمان باشند، اگر یگان فرزندش نبیرش واقعا ملت دوست هستند و در فکر آینده ملت هستند، ما باید در بعضی مسائل با هم همکاری کنیم، بخصوص در همین مسئله که الان گفته ایستادم درباره پیشگیری از افراطگرایی. من دیروز حتی یک نامه به سازمان شانگهای هم فرستادم که امروز رسانه‌ای شد. در آن حتی از سازمان شانگهای هم دعوت کردم که پیش راه امام علی رحمان گرفته شود، چون که با این سیاست‌های اشتباهیش نه تنها تاجیکستان را و ملت تاجیک را یک ملت افراطگرا کرده ایستاده است، بلکه دامنه این مصیبت به کشورهای عضو شاس رفته ایستاده است. ایران هم عضو شاس هست، عضو شانگهای هست. این ترکش‌هایی که تاجیکان در اونجا انجام داده ایستادن، این نتیجه سهلنگاری، بی‌تفاوتی رهبریت جمهوری اسلامی ایران است که با داد و وای و با این همه هشدار و با این همه آگاه کردن ما که هم با آقای روحانی هم با تمام رئیسان جمهوری این کشور نامه نوشتم، با پوتین نامه نوشتم که این کاری که امام علی رحمان کرده ایستاده است علیه سازشنامه صلح، علیه یک طرفی صلح، علیه ملت تاجیک، این عاقبتش ضررش به همه خواهد رسید. امروز افراطگراهای تاجیک، تروریست‌های تاجیک سر از کرمان ایران در آوردن یا از کیالن آلمان، فردا معلوم نیست که باز از کجا این پیدا خواهد شد. 10 سال پیش این را میگفتیم، امروز نتیجهش را رهبران ایران و روسیه و رهبران اروپا و سازمان ملل دیده ایستادن. حالا هم دیر نشده است. حالا هم میگیم چه سازمان شانگهای هست، چه آن هست، چه مقامات قدرتی تاجیکستان هست، هر کسی نباشد، ما باید سریع این مسئله بشینیم فکر کنیم. راه رو من در چی میبینم؟ حالا اینجا پیشنهاد خودم رو میگم، شاید که اشتباه باشد. مرحمت اگر کسی در این باره گفتنی دارد، پیشنهاد الटरनेटिव دارد، بفرماید، ما اون رو حتما بحث خواهیم کرد. من به این نظر هستم که تا اون روزی که امام علی رحمان با این دیدگاه و اون دستگاه فکریش در حاکمیت وجود دارند، ملت تاجیک میخواهد نمیخواهد، جوان تاجیک میخواهد نمیخواهد، به سمت افراطگرایی خواهد رفت. اگر افراطگرایی دینی نشد، او حتما افراطگرای دنیوی خواهد شد. اگر بودیست هم شود تاجیک، افراطگرا می شود. زردشتی هم شود، افراطگرا می شود. همین زردشتی های نوبرآمد تاجیک رو بعضیش رو بینید، این از این حرف خوب نمی براید، از این فقط نفرت بیرون می آید. نفرت نسبت یک بخشی عظیم جامعه تاجیک، نسبت دینی اکثریت تاجیکان، نسبت اسلام، نسبت ارزش‌های اسلامی، این یک افراطی هست. این مسلمان نیست ولی افراطی است. شما چاپلوسان رو، اوانگاردها رو بینید، اونایی که علیه ما کامنت می‌نویسن، اونایی که علیه رحمان هم کامنت می‌نویسن، در بینش افراطی خیلی زیاد است. تحقیر، حقارت، حکم به کفر، حکم به مرتد شدن. ولی اونهایی که ما رو هم تنقید میکنن، افراط رو به حدی به اوج علاش رسوندن. پس جامعه امروزه ما، هموطنان عزیز، کسی در کدام مقام کار میکنید، یک جامعه افراطزا هست، بحرانزا هست. و تا وقتی که این نخبگان امروزه، الیت امروزه در حاکمیت هست، ما و شما ضعیف خواهیم بود. ما و شما فقط تحلیل میکنیم، نالش میکنیم، یک حادثه ترکی شد اون رو تحلیل میکنیم و دعوت میکنیم که پیش رو این گرفته شد. خب یک راهی طولانی هست که ما باید صبر کنیم، ببینیم که این حاکمیت با خواست پروردگار، با امر تقدیر یا با هر دلیل، مثل که اسلام کریموف رفت، نظربایف رفت، دیگران رفت، از قدرت برود، بجایش یک انسان‌های منطقی بگذار از داخل همین سیستم امروزه بیاید و شاید این یک تغییراتی را با وجود بیارد، مثل که در ازبکستان میرزیویف بعضی اصلاحات کم هم باشد انجام داده ایستاده است، مثل که توکایف در قزاقستان انجام میدهد. اما این میتواند یک راه طولانی باشد. برای چی؟ برای اینکه اگر بجای امام علی رحمان از همین خانواده و باز با همین تفکر بیاید، مثل که تا امروز ما ندیدیم که یگان فرقیت در بین پدر و پسر یا پدر و دختر باشد، پس این مصیبت دوام دارد، این فاجعه دوام دارد. پس این روش طولانی یا این تاکتیک طولانی ما کار نخواهد داد. یک راه یا روشی کوتاه‌تری هست، این هر چه زودتر برقرار کردن
این خانواده، این گروه افراطی از قدرت. خب شاید بعضیا بگن که این رو دیگه الکی من همچون سیاستمدار مخالف گفتم چون این مسئله سیاسی است. نه، هنوز هم من در موقعی یک فردی تاجیک، یک تاجیکستانی هستم. هنوز هم همچون سیاستمدار مخالف این را مطرح نکرده ایستادم. اون چیزی که من گفته ایستادم که باید این خانواده، این گروه بحرانزا از قدرت دور شود، بعد ما میتوانیم ملت را، اون نسل بعدی را در یک فضای آرام، در یک فضای معتدل فکری، هم دینی هم سیاسی و هم دنیوی تربیت کنیم. این دیگر نظری من همچون جامعه شناس است، همچون یک نفری که در بالاخره در سمت علم و عمل اندک هم باشد، خاکسارانه هم باشد، کارهای را انجام دادیم و من بارها این نظری خودم را در دایره‌های گوناگون حکومتی و غیر حکومتی گفتم. وقتی که در داخل تاجیکستان بودم، مرحمت ارشیو کمیته امنیت رو بردارید، یتیموف نشر کند نامه من به رئیس کمیته امنیت در اون زمانی که من وکیل بودم و عبدالرحیموف بود، خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته بود، یک انسان بسیار هم فهمیده، دارای افکار ملی. من به او یک نامه نوشتم که وظیفه من همچون وکیل و رئیس حزب، وظیفه خودت همچون رئیس کمیته امنیتی ملی و وظیفه جامعه چی هست در مسئله پیشگیری از افراطگرایی. من گفتم باید که اینستیتوت‌های دینی قوی شوند، در هر یک مرکز ولایت یک دانشکده اسلامی باید ساخته شود. اگر شما میخواهید که جوانی تاجیک در یمن و در مصر و در پاکستان و ایران درس نخواند، باید در هر یک مرکز ولایت یک اینستیتوت دینی پیشرفته معاصر با کامپیوتر مجهز با بهترین علمای دینی حنفی تامین شده باشد. جوان تاجیک هیچ نیاز پیدا نکند که برود علم اسلامی را در قاهره و در اسلام آباد و در ریاض و تهران بخواند. این پیشنهاد را کرده بودم و او انسانی نسبتاً آگاه بود، مرا دعوت کرد. من یادم هست در سال ماه فوریه بود، کدام سال، در حضور همه کارمندان کمیته امنیتی ملی در همون اکت ویزال در تالاری که کلام بود، 200 نفر 300 نفر از خود وزیر شروع کرده تا کارمندان عالیشون، من سخنرانی داشتم 1.5 ساعت. دیدگاه خودم را درباره امنیت ملی، درباره همزیستی مصالحت آمیزی دین و دولت، اسلام و دنیویت در اونجا ارائه کردم، دلیل های خود را آوردم، اونها شنیدن، سوال و جواب خوب شد. این بود فرهنگی دولت سازی ملی بین اپوزیسیون و حکومت که در اون زمان رحمان دیگر انسان بود، یتیموف رئیس کمیته نبود، رمضان رحیمزاده وزیر نبود، یک انسان های نسبتاً آگاه بودن، نسبتاً دارای تفکر ملی بودن. خب این حرفا را گفتیم. امروز هم به همون نظری خودم ایستادم و حالا هم از همین موقع صحبت کرده ایستادم و بنابر همین من راه دیگری را الان نمیبینم. خیلی خرسند میشدم اگر دوستان، کارشناسان، ملت عزیز نظرهای دیگر را مطرح کنند. ما باید این گونه صحبت ها را پیوسته کنیم و من هم این وعده را از طرف خودم میدیم که شاید این صحبت آخر در همین موضوع نباشد، چون که متاسفانه این پدیده تروریسم و ربطی آن با تاجیکان به این نزدیکی ها از بین نخواهد رفت و تلاش خود را خواهم کرد که باز به این موضوع در یک شکل دیگر برگردم. اما بیشتر دلم میخواست که دیگران هم وارد شوند، نظرهای خود را بگن، چون این ملت تنها من نیست، ملت تنها اپوزیسیون تاجیک نیست، این دولت تنها به ما ربط ندارد. امروزش هم آیندهش هم مال همه ما تاجیکستانی ها هست، مال همه تاجیکان هست و نابسته از موقع سیاسیمان این پدیده منفی دامن هر کدام ما را در آینده خواهد گرفت. خب در اینجا من صحبت خودم را به انجام میرسانم. اگر استودیا یگان سوال مهم آمده باشد مطرح کنن، اگر نه تا صحبت های بعدی یک شما را به پروردگار عظیم الشان میسپارم.